به خاطر اینکه بارسته خونه باشین اینجوری میشه. یک چیزی که امروز یادم رفت این بود که من کولد برو گذاشته بودم یادم. چون کولد برو واقعا چیز سخت خاصی نیست واقعا، میشه دیگه. حالا اونو ولش کن. کولد برو زدم و حالا این چیزی که کثافتی که داریم میبینی و تعجب میکنین که آیا واقعا تو با این کولد برو زدی؟ و آره من با این کولد برو زدم. شما میتونین کولد برو تو هر چیز بزنین، اینجوری میریزین توی یخچال. حالا نسبت داشت اوناش دیگه کار نداره. بعد میتونین فیلتر کنین، حالا یا با پارچه‌ای یا با هر چیز. حالا ما الان اینجوری این قهوه رو اینو به خاطر اینکه بارسته خونه باشین اینجوری میشه. حالا این دم تجهیزاتی هم که میبینی اصلا اینو من از رفیقم قرض گرفتم رگولار رو. نتیجهشو ویدیوی بعدی میذارم ببینین حتما.